با درودی دیگر بار از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ دوستان عزیز، شالوگل خوجا هستم با سرخط خبرهای روز چون همیشه در ساعت 10 با وقت پراگ و امیدوارم که چون همیشه چند دقیقتون رو برای شنیدن این سرخط ها میبخشید و بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر بازم در برنامه خبری در همین جای در آزادی ویدیو با شما ملاقات خواهیم داشت. در برنامه خبری که 15 دقیقه اگر شما بیننده دومی ما باشید میدونید که ادامه خواهد کرد و فراگیری موضوعهای مهم توجیکستان و جهان است. خوب، بعد نوروزگی بازداشت شدند. نوروزیانی که روز 29 اپریل در نزد دفتر شرکت فاروز در شهر دوشنبه جمع آمده بودند از دستگیر شدن بعضی از آنها خبر میدهند. تعدادی از این افراد حالا در بازداشتگاه‌های موقتی دوشنبه و ترسونزاده نگهداری میشوند. گفته میشود شماری از آنها که از سوی مقامات در دنقره بازداشت شده بودند پس از یک شبانه روز آزاد گردیدند. این بازداشت شده ها به چی متهم میشوند در برنامه خبری تفصیلات میدهیم. خاطررسانی میکنم که روز دوشنبه همین هفته 10 نفر از کارگران خوجگی کشاورزی که بر اساس قرارداد با شرکت معروف فاروز شیره کمال میفروختند در نزد اداره این شرکت در پایتخت جمع آمده خواستار بازنگری قراردادهایشان شدند. شیره کمال که از رستنی‌های شفا بخش به حساب می‌رود برای استحصال داروهای گوناگون استفاده می‌شود و در بازارهای جهانی طلبات زیاد و قیمت بلند دارد. خب، چون درباره اعتراض ها گفتیم یک گزارش هم خواهیم داشت از اعتراض های دست جمعی در قزاقستان، دخترش در نورسلطان آباد و در اونجا مردم طلب دارند که انتخابات شفاف و آزادانه برگزار کرده شود و همین گونه یک طلب دیگری آنها این است که اون فعالانی که قبلا برای شعارزنی خودشان بازداشت شده بودند آنها را نیز رها کنند. اگر بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری بپیوندید در برای تفصیلات این خبرها شما معلومات بیشتر خواهید گرفت. دهها کودک توجیک رو به وطن آوردند. شام دیروز با مساعدت مقامات تاجیکستان فرزندان جنگجویان توجیک عضو گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی از عراق به دوشنبه آورده شدند. در حال حاضر 11 نفر دیگر توجیک همراه مادران خود در زندان‌های عراق ماندند. دادگاه ویژه بغداد 10 زن توجیک رو به مدت‌های طولانی زندان و چند از آنها را به حبس ابد محکوم کرد. زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق که برای برگرداندن کودکان توجیک وظیفه‌دار شده است مای انور بر رادیو آزادی گفته بود از 43 زن توجیک 15 نفرشان رضایت ندادند که کودکانشان به وطن فرستاده شود. سرنوشت آینده این طفلان ناروشن باقی میماند. نرخ رو بالا بردند، ما باید چی کار کنیم؟ در جنوبی تاجیکستان مسافران از قیمت شدن نرخ راهکرای بختر دوشنبه ناراحتند. آنها میگویند هر راننده به خواست دل خودش نرخ میگذارد و مردم بعد ساعت‌های طولانی انتظاری و نیافتن ماشین‌های ارزان نمیتوانند به مکان لازمه‌شان برسند. بعضی از مسافران در صحبت با رادیو آزادی گفتند چون این وضعیت چند روز به این سو ادامه دارد و آنهایی که باید با تقاضای کار و درس از بختر به دوشنبه بروند توان پرداخت راهکرای بلند را ندارند. چرا رانندگان تاکسی ها در این خط سیر نرخ را بالا بردند و مسافران و مقامات در این زمینه چی میگویند؟ بعد کمتر از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری و در یک گزارش به شما معلومات میدیم. چرا سابق منصبدار روس به تقدیر 2 مهاجر توجیکی که با ماشینش پخش کرد به توافق است. 2 شهروند تاجیکستان که در ماه مارس زیر چرخ ماشین سابق منصبدار و همکنون صاحبکار در نگینسک ماندند میخواهند که عامل صدمه برایشان جبران ضرر و پول معالجهشان را پرداخت کند. اما ظاهرا راننده ماشین اصلا در این فکر نیست و مقامات هم حتی در نسبت او پرونده جنایتی باز نکرد. حالت یکی از مجروحان این صدمه تو هنوز خوب نیست و او در پی آسیب مغزی خاطره‌اش را گم کرده است. در برنامه امروز در این باره گزارش داریم و اگر شما کمتر از 3 ساعت دیگر به ما بپیوندید میتوانید این گزارش را تماشا کنید. وزارت امور داخلی تاجیکستان اعلام کرد که شروع از 1 مای برای گرفتن معلوماتنامه عایدی داشتن و یا نداشتن داغ سودی از روی نرخنامه نو داده می شود. نرخنامه نو نسبت به قبلی ارزان تر بوده است. اکنون برای کارافتادگان بر عوض چند سوم این معلوماتنامه داده می شود. در برنامه خبری خواهیم گفت. ضمناً چند پیش روزنامه‌نگاران از قبل شهروندان به وزیر کارهای داخلی گفتند که بعضی از مسئولان برای دادن معلوماتنامه داغ سودی تا 100 سومانی می‌پرسند.
خب بینندگان عزیز این تنها چندی از نامگوی موضوعی بود که من برای شما حالا رساندم در چند دقیقه و خبرهای از این بیشتر هم داریم که در برنامه خبری بعد از 3 ساعت دیگر ما در اختیار شما خواهیم گذاشت. و اگر تو اون وقت شما نیز شاهد یگان خبری شدید و یا نواری دارید و عکسی دارید و میخواهید در اختیار رادیو آزادی بگذارید، پس با ما همکاری کنید. رقم های ما در وایبر و واتساپ همونو در خدمت شماست. اگر نواری جالبی دارید لطفاً بینندگان عزیز این نوارها رو طریق مخصوص وایبر و واتساپ برای ما بفرستید، چون که از ایمو گرفتن این نوارها امکان ندارد. و اگر ما دیدیم که مواد فرستاده شما واقعا هم مهم است و ما حتما با شما تماس میگیریم و جزئیات رو با بینندگان خواهیم گفت. با امید همکاری بیشتر و تا ملاقات بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر، یعنی ساعت 1 با وقت پراگ، ساعت 4 با وقت دوشنبه و ساعت 2 با وقت مسکو.